میگه هر کی داستانتو بشنوه تحت تاثیر قرار میگیره و خودش هم میزنه زیر گریه. اما من دلم نمیخواد اشکتون رو در بیارم. دلم میخواد وقتی خاطره هامو میشنوین فقط بخندین. زندگی دیگه نمیشه کارش کرد. یه وقتایی هم ماجراهای ناراحت کننده واسه آدم پیش میاد. ماجرایی که این بار میخوام براتون تعریف کنم مربوط به بیمارستان رفتن بابا بزرگه. وای اصلا از گفتنش هم اشک تو چشام جمع میشه. وای مهم نیست. مثل قهرمانای واقعی اینجوری بغضمو میخورم و داستان از اولش براتون تعریف میکنم. یه روز بعد از ظهر درد پروستات بابا بزرگ عمونیشو برید. مجبور شدم همراهش برم درمانگاه. دکتر تا بابا بزرگو معاینه کرد گفت متاسفانه پروستاتتون خیلی بزرگ شده، باید زودتر عمل بشین. بابا بزرگ از ترس رنگش پرید. دکتر که فهمید بابا بزرگ ترسیده با آرامش گفت نگران نباشین، قبل از عمل بیهوشتون میکنیم، دردش یادتون نمیاد. بابا بزرگ بیشتر رنگش پرید، اما دیگه چیزی نگفت و از درمانگاه اومد بیرون. تو را بهش گفتم بابا بزرگ اگه دردت زیاده به من تکیه بده، تو تایی بهتر درد رو تحمل میکنی. بابا بزرگ زیر لب گفت نه خوبم، مامانت گفته بریم فروشگاه واسه تو داداشت زیر پوشه پشمی بخریم. کجا میری؟ از ایستگاه مترو که گذشتیم. حوصله ندارم سوار مترو شم، با تاکسی میریم. مترو منو یاد قبر میندازه. فکر کنم مجبور شم از این به بعد تو یه جایی مثل مترو بخوابم. قلبم از حرفش به درد اومد. دست بابا بزرگ رو محکم تر گرفتم. وقتی رسیدیم مغازه بابا بزرگ یه راست رفت سراغ فروشنده و گفت باید پروستاتمو عمل کنم. فروشنده گفت نگران نباش، بابای منم عمل کرد، عمل سختی نیست. میشه